سلام علیکم دوستان عزیز، خدا کنه جور سلامت و آرام باشین. در گوشه دنیا هستین همراه فامیلای محترمتان. باز هم خوش آمدین در پروگرام باجخانه. سلام علیکم عثمان جان باجی محترم. سلام علیکم عتیق جان، خوشحالم که باز ملاقات کردیم امروز. تشکر، زنده باشید. الله اینا بازم خالی چیشتیم که دو سه کلمه یاد بگیریم از یکی دیگه و بتونیم انشالله ویدیوگه که تیار کنیم که بتونیم هموطنان خود کمک کنیم. امروز برنامه ما به باره چند صحبت‌های شفیع یار می باشه که می خواهیم راجع به اسلام با شما صحبت داشته باشیم. پیش از او بیاین که این ویدیو کلیپ ببینیم، باز یک چند گفتنی به باره از این ویدیو کلیپ می داشته باشیم با شما. ما او خداگاه کرده که در زیر و قطعه کسی ها شما بسته کردین، او خدا نیست، ما او را نمیپذیریم، خانهش در بغل خانه شیطان. چرا ما از اینجا برم تا حج که ما او خدای ساده را که در زیر قطعه سیاه پود کردین ما او را برم پرستش کنم؟ او خدا نیست. ما میگم که محمد یک دزد بود. که او خانهش در قطعه سیاه و شما او را بسته کردین، ما به او عقیده ندارم. خدا نیست، خانهش در پیش خانه شیطان جور کردین. آقای مستر یار، تو با چند بیلیون مسلمان ها تو عمل توهین میکنی؟ یعنی که چند بیلیون مسلمان هایی که هستن که روی خود طرف قبله میگیرن و روز 5 دفعه نماز میخوانن، یعنی که اینا همگیشان کار اشتباه میکنه و دیگه که اینا قرآن نخوانده، به باره اسلام به باره خداوند نمیفهمن. آقای مستر یار، خودت میگی که قرآن خواندیم و به خداوند عقیده دارم. اگر راستی تو قرآن شریف خلاص میکدی و به باره قرآن شریف میفهمیدی، تو حالی گپ نمیزدی. چرا خداوند در قرآن شریف سوره البقره ورس 149 خداوند صاف سیده گفته: او محمد، از هر طرفی که تو بیرون بری برای نماز، روی تا دور بته طرف مسجد الحرام. خداوند هر وقت راست است و خداوند بیخبر نیست از کاری که تو میکنی. دیگه مستر یار، از یام کده دیگه تو صوبت بیت زیادتر میخوایی؟ خداوند صاف سیده گفت دیگه. تو خودگرار میگی که کتاب واز کرین، با باریش استادی کرین. همو گپ ما برای خودت میزنم. خودت برو قرآن شریف واز کو، سوره البقره را ورس 149 رو بخوان، باز حقیقت میفهمی که کعبه چرا دوجه است و مردم چرا روی خود طرف قبله دور میتن وقتی که 5 دفعه نماز میخوانن. ما خو میگم اگر تو قرآن شریف میخوانی تا آخر، حال تو مردم درای غلط کش نمیکردی و مردم توهین نمیکردی، یک مسلمان خوب میبودی. مثل که مردم درای غلط کج میبری و در چا پرتیشنه. باز میگی که پیغمبر ما دزد بود، یعنی که توهینت به خداوند نمیکردی امیاله، یعنی که خداوند چیز رو نمیفهمید که پیغمبر ما رو جور کرده. آقای مستر یار، نام پیغمبر ما محمد 4 بار در قرآن شریف یاد شده که از او 1 بارم نام احمد یاد شده که نام دیگهش بود. در قرآن شریف ورس 4:59 4:69 24:54 و 33:21 در این ورسا بار خداوند یاد کرده: اگر مرا دوست دارین و قبول دارین، باید پیغمبر ما هم قبول داشته باشین. یعنی که اگر پیغمبر خداوند قبول نداشته باشین، شما مسلمان گفته نمیشین مستر یار. و امی خودش یک کلان ثبوت است که خودت مسلمان نیستی و مردم درای غلط کش میکنی. عثمان جان بیادر بسیار صحبت خوب راجع پیغمبر ما و سوره از قرآن شریف گفتی، بسیار خوب، تشکر لالا. دیگه خدا کنه مردم ما بشنون، خصوصا طبقه جوان، کسایی که آقای شفیع یار در راه غلط میبریشانه. دیگه خواهش ما میست که ویدیوها رو شیر کنین، در یوتیوب سابسکرایب کنین، در تیک تاک ما رو فالو کنین، چون یک چیز است که باید کار یکی دو نفر نیست، باید یک جای کار کنیم امروز افغانای خود. دیگه خدا کنه ما را کمک کنین. نام ما افغانای عادت داریم عثمان جان که یک کس که یک نقص می داشته باشه با سر از اون نام میمانیم. مثلا یک کسی پرابلم لاغر یا چاق یا قد یا هر پرابلم داشته باشه، باید متاسفانه سر از اون نام میمانیم.
چون بسیار یک کار غلط است، نه که رشخند میکنیم. دیر ما چون برادرها خوارا میفهمین که نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تا وقتی که پیغمبر نشده بود تا 40 سالگی را نامش الامین بود. الامین یعنی دشمنای صدا میکرد و الامین معنایش است که یک کسی که راستکار میباشی، آنست میباشی، نه همین قابل اعتماد میگه به فارسی، یعنی بسیار آنست میباشی، مردم کمک میکنی، یعنی هیچ نقصت به کسی نرسیده، مردم سر پول و پیسه خود سرش اعتبار میکرد، این قابل اعتماد میگن، راستگار بود. این چطور امکان داره که یک کسی که راستگار و آنست باشه باز در 40 سالگی میایه بزرگترین دروغ در تاریخ میسازه؟ یعنی میگه که من پیغمبر، یعنی خداوند برش می وحی ارائه نکرده بود، قرآن شریف خودش ساخته بود، یعنی یک دروغ ساخته که این دروغ یعنی 2 بیلیون انسان فعلا فالوش میکنه، چند میلیون ها مسلمان مرده، یعنی کلش از این دنیا رفتن، نه اینا را کلش جمع کنی شاید گپش در بیلیون ها برسه. چطور امکان داره خوارا برادرها میره چرد این یک کسی که نامش الامین است، دشمناش میگن آنست است، بازی میاد تو یک دروغ میسازه که بیلیون ها نفر بازی میته. حالا در قوم خویش شما بدر عثمان جان یا در فامیلا یک آدم باشه اما تو بسیار آنست باشه از هر نگاه که دیگه تو مردم دیگه طرفش سعی کنه بگه واه واه. این آدم در 40 سالگی یک دفعه سرچپه شده تو یک دروغ بسازه که بیلیون ها نفر بازی بده. امکان داره؟ این آدم چی میگه با قرآن خدا چتیات میگه که والله خب 5 ساله اگر قبول کنم. دیگه چیزی که راجع حضرت محمد صلی الله علیه و آله میگم، دروغ هیچ وقت نمیمونه. حالا هر دروغ شما ببینید اگر کرایم باشه آخر گیر میاد. زیادش 40 سال 50 سال دینایی که آمده، خورا برادرها دینها مذهبایی که آمده بسیاریش آمده رفته با خاطر دروغ که بوده، دروغ هیچ وقت نمیمونه. این ثبوت است. هر چیزی که این چطور خیلی از اسلام از حضرت محمد صلی الله علیه و آله تا حال مانده و روز به روز بالا رفته میره. در ویدیو دیگه خود براتون گفتیم که گوگل کنین در 40 سال بعد 70% همین خود اسلام نفوذش بالا میره. عجب دروغه والا، این چه رقم دروغ است که 70% در 40 سال بعد اسلام بالا میره. دروغ باقی نمیمانه. و چیز دیگه که بسیار بسیار مهم است، شما میتونین مثل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و یک نفر امروز بیارین یا در تاریخ کدام نفر دیدین که حالا میال فکر کنین اگه پیغمبر ما همیشه می بود توییتر می داشت و اینستاگرام می داشت چقدر فالوور می داشت؟ 2 بیلیون مسلمان فالوش میکرد، 4 بیلیون غیر مسلمان فالوش میکرد. حالا شما ببینید رونالدو بخیرم در اینستاگرام بزرگترین نفر است که 7 بیلیون فالوور داره. حضرت پیغمبر ما نه یوتیوب داشت، نه اینستاگرام، نه تیک تاک، امیال 2 بیلیون فالوور دارید. خوب سرش چرا دارین خوارا برادرها. صحیح نه؟ و چیز دیگه بسیار که مهم است، همین نقطه آخر میگم، شاید آقای شفیع یار بگه صحیح است حال ماوری نفرا نبود که ما حال امور شخصیت حضرت محمد مردم تشریح میکنیم. آقای شفیع یاری بر گارانتی میکنم مثل خودت هزارها تا آمده و رفته، خودت نکنم تحصیلات در عربی داری، مثلا نکنم تحصیلات در مثلا ما نفرای داشتیم که به نام عیسویای کاپتیک میگن، یهودایی که اسپشیالیست بودن در اینمی که برن قرآن ثبوت کنن که غلط است، کسایی بودن که در می فلسفه و ادبیات و شعر و شاعری ماستری خود عثمان جان خوانده بودن، ماستری در می شعر و شاعری و زبان عربی. اینا فکر میکنین در 1400 سال کوشش نکردن که اسلام بس فالس کنن یا دروغ بکشن؟ آف کورس ترای کردن. گارانتی میکنم برات آقای شفیع یار که می باجه زوراور ما پالی ما که مثل نوک سوزن وری سر اسلام تاثیر هیچ کدام افکت نداری. مثلا اگه 10 نفر از اسلام بکشی سبا 1000 نفر پس میآید. همون نفوذ همون گرافیک اسلام که رقمی میشه دلیلش چیست؟ شما وری نفرها میآید میره مگر اسلام چون حق است همیشه چیزی که در قلب درآمد نمیبراید. و یک گپ دیگه یاد کنم. از وقتی که ما برنامه شفیعیار را دیدیم که مسلمانان را توهینش میکنه، پیغمبر ما را توهینش میکنه،
از اون وقت یعنی ما زیادتر یعنی کوشش کردیم که با باره قرآن شریف زیادتر مستدی و نالج داشته باشم بخوانم و با باریش بفهم. خودت یعنی اسلام میخوای کم بزنی، میگم اسلام خودش خود به خود فضل خدا گرو کرده میره. یعنی مقصد عثمان جان بسیار گپ نقطه صحیح را زد. آقای شفیار خودت میگه که برین قرآن بخونین، باز گپای مرا میکنین. این مثالش سرچپش از خاطر می گپای نگاتیو خودت مردم میره قرآن شریف میخوانه، مثل عثمان جان، مثل خودم، و ما بیایم اسلام از زیادتر در قلب ما جای میده. به خاطر که چیزی که خودت میگی در ویدیو اول خود گفتیم 99% قرآن شریف تو به مردم نمیگی. صحیح نه؟ دیگه اینمی راجع حضرت پیغمبر ما بود. باز انشالله ما شما دیگه ویدیو میسازیم، دیگه لطفا شیر کنین، حتما ما در تماس میباشیم انشالله. اصلا تاپیک ما اسلام است و ریپلای با آقای شفیع یار است. دیگه خدا کنه که دوستای عزیز خوش کنین و خواهش ما میست که شیر کنین، امرای گروپ هایتان در یوتیوب سابسکرایب کنین، در تیک تاک ما را فالو کنین که بتونیم همین مسیج ما برای افغانای ما برسه و دیگه خدا کنه خوشتان به. اگه خوشتان نامه دیگه چوبتان رو بگیرین. خب عتیق جان بیا که سر سوالا بریم. 1000 دفعه بفرمایید. خب امی کتابایی که هر کس که میخوانه از خود یک نویسنده داره. 100% بله. و نویسنده قرآن شریف هم ما به می بلیو میکنیم که خداوند است. صحیح؟ 100%. و آقای شفیع یار به می عقیده نیست، میگه نویسنده قرآن شریف خداوند نیست. درست. اگر او گپ است، نویسنده قرآن شریف خی کیست؟ ای بهترین سوال است و آقای شفیع یار 1000 تا مگر دورت باشه این سوال جواب داده نمیتونی. قسمی که عثمان جان گفت نویسنده قرآن شریف کیست، خودت رد میکنی میگه خداوند نیست. خداوند وای رایی نکده، توسط حضرت محمد به ما قرآن شریف نرسیده. نه نویسنده کیست؟ این سوال اگه جواب دادین یا همو کسایی که فالو شما را میکنه، ما برتان گارانتی میکنم که نصف فالوورای آقای شفیع یار از پیجش میگروزه. ما 4 جواب داریم به این سوال، خود ما کمکتان میکنیم. 4 جواب میتیم آقای شفیع یار که جواب شما که نویسنده قرآن شریف کیست، از اینمی 4 تا باید یکیش بگوین، آپشن پنجم ندارین. ما خود گفتیم جواب ما اونموز که از طرف پیغمبر اسلام قرآن شریف اوثرش نویسندش الله سبحانه تعالی است. بیشک. اینمی the most reasonable جواب بسیار با منطق و کد ثبوت اینمی است. شما اینی 4 پوینت را که ما میگیم، از اینی 4 جواب شما بگین کدامش قبول دارین و ما کلش براتون لاجیکلی در ویدیو رد میکنیم. جواب اول که میتونن بگوین میگن که قرآن شریف حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از تورات و انجیل کپی کرده. بایبل که میگیم. کسایی که انگلیسی میفهمه یعنی از بایبل. بالکل صحیح. میگن که از بایبل یا از تورات و انجیل حضرت محمد کپی کرده. این همون جواب اول است که میتونین شما بتین که ما ایرال چه قسم رد میکنیم. جواب دوم که میگن یهودا و عیسویا در موده حضرت محمد کمک کردن که قرآن شریف نشته کرده. که ایرم رد میکنیم، حالا بسیار لاجیکلی براتون رد میکنیم. جواب سیوم که میگن نمی شیطان خودش حضرت محمد کمک کرد. یعنی چقدر یک جواب لودگی عثمان جان. میگه شیطان حضرت محمد اینمی جوابشون است. ایده ما از دل خود نمیسازیم. میگه شیطان کمکش کرد. باز دلیلایشون بسیار دلیلای چه ایران ما براتون اتو رد کنیم که خودتون چک کنین. و جواب چهارم و بسیار جواب است که رد کردنش بسیار ساده است. میگن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خودش قرآن شریف نشته کرده، خودش. الان میریم ما می 4 جواب دایسکت میکنیم و جوابشون میتیم. عثمان جان بدر میریم با جواب اول possible answer که اینا میتن که میگن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. و این بسیار سوال جواب مشهور است، کامن است که میگن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از تورات و انجیل یعنی بایبل در اون زمان کپی کرد. درست؟ میبینیم که چرا این کار امکان نداره. اولین تورات و انجیل یعنی بایبل که ما میگیم در قرن 9
که 100 سال بعد حضرت محمد ای به عربی ترجمه شده. یعنی در وقت زمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انجیل یا بایبل یا تورات هر چی که میگن کتابای خدایی در عربی نبوده. ایرا تاریخ بخونین امی خود چرچ برتون میگن، چرچ هیر اف چرچ که در روم است برتون میگه که در میدل ایست در عربستان در ودا بایبل به عربی نبود. به عربی که نبود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چطور او هیبرو یا گریک یا دیگر لسانا را بلد نبود، چطور کاپی کرد؟ خودش معلوم میشه که در ودا بایبل نبود، تورات انجیل نبود. حضرت محمد هیچ امکان نداشت، به انگلیسی که میگن he didn't have access to Bible. رد میشه گپشان، گوگل کنین. دوم اگر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمان جان بایبل کاپی میکرد، مستیکاش هم کاپی میکرد. حالا ما در بایبل بسیار چیزایی داریم که ساینس امروز رد میکنه. خیلی چرا اون مستیکا در بایبل است در قرآن نیست؟ چون یک کاپی که میکنی در او داخل نمیفهمی، یک کلش کاپی میکنی. طور مثال مثلا تورات انجیل میگه حضرت آدم علیه السلام از 9000 سال میشه. 9000 مگر حالا ساینس ثبوت میکنه که پیش از 9000 سال انسان ها در این دنیا بوده. مگر در قرآن شریف نمیگه که حضرت آدم علیه السلام از کدام سال بوده. این ثبوت است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بایبل کاپی نکرد، اگر این غلطی ها هم کاپی میکرد. صحیح نه؟ بالکل صحیح نه؟ دیگه مثال یک نوورز آرک، یک سیل آمده بود که فیلمش هم دیدیم، حضرت نوح علیه السلام در بایبل است که میگه که کل دنیا را سیل گرفت. ساینس امروز ثبوت کرده که نه، کل دنیا را سیل نگرفته بود، یعنی سیل نامده بود در کل دنیا. دمو منطقه که حضرت نوح علیه السلام بود، دمو مملکت و منطقه سیل آمده بود. حالا ساینس آمده پروف میکنه میگه و در قرآن هم نمیگه که کل دنیا را سیل گرفته بود، میگه که لوکال فلات بوده، یعنی دمو تمام منطقه بوده. صحیح؟ یک مثال دیگه مثلا که در بایبل که میگه که خداوند عیسی علیه السلام بچه خداست، خیلی اگر حضرت محمد کاپی میکرد خو اینی غلطی ها رو کاپی میکرد. یک چیز واضح است. یا در بایبل میگه یک مثال دیگه که یونیورس در 6 روز تیار شد. در قرآن شریف میگه در 6 استیج تیار شد، یعنی بیخی مختلف است. پوینت ما ایست عثمان جان که اگر حضرت محمد از تورات و انجیل کاپی میکرد، اول ترجمه عربی در او نبود و دوم اینمی غلطی ها هم کاپی میکرد. صحیح؟ بالکل دیگه از اون خاطری آپشن اول که از تورات و انجیل کاپی شده بیخی هم تو رد است. والا در می گپ دیگه آقای شفیع یار شاید گنگس کرده باشی. باید نه تنها آقای شفیع یار، ما میخواهیم که جواب عتیق جان در جواب دوم اینا گفته که قرآن شریف از طریق یهودیا و عیسایا کمک شده برای پیغمبر ما که این قرآن نشته کنه. بله، این هم آپشن دوم است. یعنی باز در سوال خود میریم که قرآن شریف از طرف خدا که نیست، کی نویسنده‌اش است، کی نشته کرده. اولش گفتیم. دومش اینا میگن که یهودا، قسم که خودت گفتی یهودا و عیسویا کمکش کردن، مو رفیقایش. اینا یک کویکلی دو سه دلیل میبینیم که چرا این گپ هم غلط است، لاجیکل نیست، منطق نیست، امکان نداره. اینو میبینیم بسیاری در قرآن شریف شما میبینین سوره و آیات داریم که ضد یهوداست، ضد مثلا بیلیف یهودا و عیسویا است. چطور امکان داره یهودا و عیسویا محمد صلی الله علیه و سلم کمک کنن باز خود بد بگوین؟ امکان داره؟ امکان داره عثمان جان خودت یک کتاب نشته کنی خود داودی یا خود بد بگی؟ یعنی عیسویا و یهودا در او درست است بودن، مگر حضرت محمد کمک نکردن، به خاطر که نصف زیاد قرآن که است امو مذهب عیسویا و یهودا را رد میکنه. این خودش ثبوت در کلی خود آدم کار بگیره که اونا انوالو نبودن، شامل نبودن. و دلیل دوم یهودا و عیسویا شامل نبودن که 23 سال گرفت قرآن شریف نازل شد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. 23 سال گرفت. صحیح؟ در 23 سال خیلی حضرت محمد باید شب و روز که یهودا و اینا میشیش که یک چیز پرفکت نشته میکرد. حالا شما تاریخ ببینین و تنها کدم و همکاران که دوستا و رفیقا خود حضرت محمد بود، تو نبود که شب و روز بره که یهودا اینا شکرده. یا هم ثبوت میکنه که یهودیا و عیسویا پیغمبر ما را امرای نوشته قرآن اصلا هیچ کمک نکردن. این امو جواب دومشان رد میکنیم. بالکل صحیح. بالکل صحیح.
عتیق جان در جواب سیومش هم میگن که شیطانی را کمک کرده نشتن یا هیچ درست است؟ والا عجیب شیطانه. دوستان سعی کنین. بله جواب اولشان گفتیم. دوم جواب سیوم اینا که میگن یعنی possible یعنی امکان داره، میگه که شیطان پیغمبر ما را کمک کرده دوادی نشته کردن. سعی کنین اگه شیطان کمک میکرد پیغمبر یعنی قرآن شریف نشته کنن، یعنی اوثرش همو نویسنده شیطان باشه. ما چندین آیات داریم که ضد شیطان است در قرآن شریف. در هر شروع قرآن شریف ما چی میگیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صحیح نه؟ بالکل صحیح. خیلی دیگه شیطان خود دو میزنه در شروع قرآن شریف. شما اگه ببینید دو سوره آخر قرآن شریف، سوره ناس و فلق، معناش بخونین که چی میگه راجع به شیطان. یعنی شیطان ختم قرآن شریف هم ضد خود میکنه. بازم ثبوت است که این گپ بسیار گپ لودگی است که شیطان کمکش کرده. شما اگه بخونین بسیاری نمی کسایی که ضد اسلام است میگن که شیطان کمک کرده و آخر قرآن شریف ما را در راه خوب راهنمایی میکنه. آفرین. کل چیزایی که در قرآن شریف است، سوره‌ای که خودت پیشتر خواندی عثمان جان، ما را در حق در راه خوب راهنمایی کنه. شیطان کلگی میفهمه اینا یک عیسوی و یهودی و اینا موندو کلگی میفهمه که شیطان ما را در راه غلط میبره. آفرین. مثل شفیعیار که مردم در راه غلط کش میکنه و در چاه میخواه پرتیشنه. باز میگه که والا ما مردم از چاه میکشم نمیمانم که در چاه بفته. خدا بازی میته. اینال بازم شیطان هیچ امکان نداره که در نشتن قرآن شریف کدام پارت داشته باشه. یا هم امو ارگومنت یا جواب سیومشون رد میکنیم. یک جواب دیگر هم میریم که جواب چهارم است. سر از اون گپ میزنیم انشالله. باز ما میخوایم جواب آقای شفیع عیار یا سپورترهای شفیع عیار بشنویم که خداوند که نویسنده قرآن شریف نیست و 4 جوابی که در مغز شما میگرده ما اونا را مثل لاجیکلی براتون رد کردیم. قرآن شریف کی نشته کرده؟ هیچ امکان نداره این سوال جواب بدین. خب عتیق جان بفرمایید. در جواب چهارم برای آقای شفیع عیار ایره داریم که شاید این جواب دیگه یک ذره گیج بسازیته و همون کسایی که فالو میکنیته بیخی شاید خوابتش. این جواب آخر ما خوب صحیح بشنوین. ایست که بسیاری نفرایی که عقیده به الله پاک نداره و به محمد نداره امیر میگن که قرآن شریف حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از دل خود جور کرده و بغیر کمک خداوند و بغیر کمک انجیل زیا دیگه هر چیزی که اقناق در کلیش آمده دیگه از دل خود نشته کرده و رفته و که برای مردم او رو باز پیش کنه. بباری ازی خود تشریحات میتی برای همین بیننده‌های عزیز ما؟ بسیار کسایی که گپ میزنن که قرآن شریف میگن از خداوند نیست، یک دلیل زیادشون اینویس میگن حضرت پیغمبر خودش نشته کرده. یعنی جواب چهارمشون است. جواب اول گفتیم که چیز، دوم چیز، اگه فالوی ما کنین ویدیو رو ببینید، سیام و آخری میگن نه خودش نشته کرده چون دیگه‌اش ما رد کردیم. صحیح نیم؟ اگه شما بگین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خودش نشته کرده، شما باید هزارها دروغ بسازین که گپتون کاور کنین. مثلا کسی یک دروغ میگه، باید 10 دروغ دیگه بگه که گپ خود کاور کنه. بالکل صحیح. همین یک دوز هم تو میکنه، کریمینال هم تو میکنه، باید دروغ بسازه. دیگه گپتون باید هزارها دروغ بگین و دیگه گپتون هزارها پرابلم است. بیاین یک چند پرابلم هم تو زود میبینیم که وقت شما را زیاد نگیریم، ببینیم که چرا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کتاب خودش نشته نمیتونست، نکده و خداوند بعد از این یگانه آپشن ما است که قرآن شریف از طرف خداوند است. و اینمی که کلیر شد، پشت از این ما میخوایم جواب خود از آقای شفیع جوابشان به ما برسه که قرآن شریف کی نویسندهش است. چرا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیست؟ اول این در تاریخ نشته است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خوانده و نوشته نمیتونست. ایره امی هر تاریخی را که بخواین، هر تاریخی که از شرق غرب از هر جایی که بخونین، هیچ کس براتون نگفته در هیچ تاریخ نشته نیست. ایره نمیتونین بسازین که پیغمبر اسلام خوانده و نوشته نمیتونست. بی سواد بود. یعنی خوانده و نوشته نمیتونست. و دلیل از این چی است؟ چرا خداوند تو یک نفر خوش کرد؟ اگه بسیار یک نفر عالم یا بسیار سمارت یا ایژوکیتد یا در شعر و شاعری و فلسفه و اینا یا ساینتیست می بود،
اگر خداوند او رو خوش میکرد، اینال مردم کلگی میگفت او بسیار آدم فهمیده بود، خودش نشته کرد. خداوند یک کس را گرفت که نشته و خوانده نمیتونست، که اینال همون گپ مردم نتونه بگه که خودش نشته، این خودش رد میکنه. بالکل صحیح. خوانده و نوشته نمیتونست. این پرابلم اوله کسایی است که جواب میده. پرابلم دوم شما همین استایل قرآن، نشته قرآن شریف و همراه استایل حدیث، شما این را مقایسه کنین. کسی که یک ذره، خودت آقای شفیعیار نه، مگر کسی که یک 5% راجع اسلام معلومات داشته باشه، مقایسه استایل حدیث، چون حدیث که از حدیث های ساختگی هم است، حدیث صحیح از پیغمبر ببینین که چی استایل داره، یک استایل داره. صحیح نه؟ قرآن شریف یک استایل دیگه است، که یک کسی ببینه هیچ امکان نداره که بگی اردوش یک نفر کرده. این دلیل، این پرابلم دوم است که شما در پرابلم دوم بند میمانیم. پرابلم سوم، قسمی که عثمان جان گفت در قرآن شریف 4 دفعه نام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آمده، که یک بارم به نام احمد، که یعنی خب 5 دفعه بگیرین. صحیح؟ خب 4-5 دفعه نام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آمده، اما حضرت موسی علیه السلام 134 دفعه آمده. حضرت ابراهیم و حضرت نوح و حضرت یوسف و مثلا دیگه پیغمبرای کلان ما، از حضرت محمد زیاد نامش هم از او که زیادتر آمده. سعی کنین اگر خودت کتاب نشته میکنی، حضرت محمد کتاب نشته کنه، خب یک چیز واضح است، نام خود زیاد میمانه که مو کردیت به او بره. چرا نام خود 4 دفعه خیمانده؟ دیگه پیغمبرا را 134 دفعه نام موسی علیه السلام، این بازم ثبوت میشه که حضرت محمد نشته نکرده و این کتاب از طرف خداست. اگر نام خودت یک کتاب نشته کنی، یک چیز واضح از خود میگی، آفرین، از خود تعریف میکنی، از فامیلت میگی، چرا هیچ از رفیقایت میگی؟ 4 دفعه نامش. چیز پرابلم سوم است که شما فیس میکنید. پرابلم چهارم اگر شما بگین خودش نشته کرده، پرابلم چهارم چیست؟ در قرآن شریف نشته کرده، سوره داریم که خداوند منکایند، یعنی انسانای دنیا را چالش کرده که اگر شما در قرآن باور ندارین، خیلی بیارین یک سوره مثل قرآن شریف تیار کنین. خداوند در خود قرآن شریف چالش کرده انسانا را و در 1400 سال کسی پیش نشده که پیدا کنه. حالا آقای شفیع خود که قدر تو بسیار فهمیده میگیری، هزارها نفر مثل خود در سابق آمده، فلسفه، عربیک، کاپتیک، عیسویایی بودن که بسیار ضد اسلام بودن، یعنی نالجشان ماستری در عربی و در شعر و شاعری و در فلسفه اینا داشتن. اینا فکر میکنین شما کوشش نکردن؟ خب یک چیز واضحه است، اینا هم کوشش کردن مگر هیچ کس نتونسته که مثل قرآن یک سوره یا یک آیه یا یک چپتر بسیار خرد بسازه، نتونسته. اینا اگر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن شریف نشته میکرد، خودش چرا تو یک چالش میمان؟ به خاطر اگر یک چیز اگر دروغگویی باشی، یا تو یک چالش نمیمانی، میفهمی که چالش ثبوت مردم will prove you wrong. قرآن شریف تو یک چالش داره، یک معلومه میده که 100% حضرت محمد نکرده. و یک چیز دیگه هم که در قرآن شریف پیش بینی بسیار است، چیزای ساینس بسیار است. مثلا پیش بینی کرده در قرآن شریف که در آخر دنیا، آخر تایم، اسلام هم پرنفوذترین مذهب میشه. اگر پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله قرآن شریف خودش نشته میکرد، چرا تو یک گپ میزد؟ به خاطر 100 سال بعد که اسلام پایان میرفت، مردم میگفت دروغ گفت. صحیح میبینید اسلام بالا رفته میره، چالنجایی که در قرآن شریف است کلش درست برآمده، باز ثبوت که حضرت محمد صلی الله علیه و آله این نالج نداشت، تنها خدا داشت. و یک دو سه چیز ساینتیفیک هم میگیم که در قرآن شریف است که حضرت محمد داوود هیچ نالجش نداشت، خودش ثبوت میکنه که الله سبحانه و تعالی قرآن نشته کرده، نه حضرت محمد صلی الله علیه و آله. ما شما داریم در سوره 51 آیه 47. دوستان عزیز، کسایی که ایرا مثلا اقدر معلومات در قرآن شریف ندارین، چرا اینی سوره را آقای شفیع یار برتان نمیگه؟ باز تکرار میکنم، سوره 51 آیه 47 در قرآن شریف گفته که یونیورس، کائنات میگه به فارسی، امی یونیورس از شروع تا حال کلان شده میره، مثل یک بالون پقانه که کلان شده میره. نه، یونیورس، کائنات ما هم اونمتر از کلان شده میره. در قرآن شریف این نشته است، اون براتون امو ورس شام گفتم که در کجاست است، در حال کلان شدن، از بزرگ شدن، از expand است.
ساینس امروز در 1925 که 100 سال پیش است تقریبا ایره ثبوت کرد. قرآن شریف 1400 سال پیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قرآن نوشته کرد. او چی میفهمیدی معلوماتی که ساینس امروز 100 سال پیش پروف کرد؟ قرآن 1400 سال ایره برتون گفته. این خودش ثبوت است. یک مثال دیگه هم و این کلش پرابلم است که شما بگین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قرآن نوشته کرد، اینا رو باید جواب بدین که چانستان صفر است. همون دفعه گفتم برازیل 10 نیپال 0 اونوز مگر برتون مثال دیگه میتونم. اگر شما بگوین چانستان نیست که مثلا مثل یک اسب سیلنگه باشه اسب دوانی رو ببره، امکان داره؟ هیچ امکان نداره. باور کنین. پرابلم ششم است سوره 23 آیه 12. صحیح؟ باز تکرار میکنم. سوره 23 آیه 12 خداوند به حساب امبریولوژی گفته. امبریولوژی همی حساب پرگننسی، همی عامله‌داری زن که از استپ شروع تا آخر همو استیجایشه، همو هر مرحلهشه استیجشه بر ما تشریح کرده در قرآن شریف که باز هم دمی 100 سال آخر ساینتیستا آمدن گفتن چیزی که در قرآن شریف نشته است عالما توسط آلتراساوند و اکسری و گپا با ما ثبوت شده که در قرآن شریف 1400 سال پیش. لطفاً در گوگل تایپ کنین امبریولوژی در قرآن و اون سوره شام براتون گفتم. باز هم اگه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قرآن خودش نشته میکرد، یک چوپانی که در دشت بود راجع به امبریولوژی چطور میفهمید از برای خدا عثمان جان، یعنی هیچ چانسش صفر است. و دیگه چیزهای ساینتیفیک هم در قرآن شریف بسیار است. مثلا در قرآن شریف گفته که ماتاب روشنی خود از آفتاب میگیره، در حالی که یا هم یک چیزی است که دمی 200 سال ساینس ثبوت کرد. اگر این سابق کلگی فکر میکرد که ماتاب از خود روشنی داره. یعنی تقریبا 600 ساینتیفیک چیزهای ساینتیفیک در قرآن شریف است که هیچ امکان نداره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قرن 6 و 7 در قرن 7 راجع از این چیزا معلومات داشته. یگانه راه لاجیکلش و مردم اگر واقعا فکر خدا اوش خدا کار بگیرن از طرف خداوند است. و بازم در آخر از این ویدیو ما میگیم لطفاً آقای شفیع یار ما کل جوابایی که در فکرتان میگرده رد کردیم. اینال از خودتان سوال میکنیم آیا نویسنده قرآن شریف کیست؟ آیا خداوند است؟ اگر نیست ما میخواهیم از شما بفهمیم که کی است. خب عتیق جان تشکر بسیار زیاد که وقتت گرفتم اینجا آمدیم ویدیو جور کردیم. خواهش میکنم. ده خدا کنه بسیار بیننده های عزیز ما رو کمک کرده باشه. کباب هست امروز یا نه؟ کباب که دیگه روز کباب نمیشه. او دفعه هم کباب دادم تا دفعه هم ان شاء الله برات کباب میتم. بیا که بریم بخیر. خداحافظ شما. خداحافظ.